سایت یک تیب نو باز مانین. در اینجا منویسین www.dvlottery.state.gov. با زیر انتر مانین صفحه برای شما باز میشه. خب در بخش اول قبل از یک ثبت نام نمایین اگر انگلیسی میفهمین لطفاً دیوی اینسترکشن رویش کلیک نمایین، این را حتما بخوانین. در بخشی که عکس شما چه رقم باشد روی فوتو اگزامپل کلیک کنین. به حساب روی فوتو اگزامپل کلیک نمودین، اینجا برای شما اگزامپل ها و رقم تصویر ها را میاره که شما چه رقم تصویر کار دارین. به حساب تصویرهای رقم باشد، اگر مستقیم به کامera سیل نموده شین و پشت سرش بک‌گراندش سفید باشه این تصویر قبول نیست. دارک است ایس قبول نیست، قبول نیست، تصویر قبول است. خب من قبلا تشریح داده بودم برای شما. نمیخوایم ویدیو طولانی شود، مستقیم میاییم در روی ثبت نام لاتری 2022 روی بیگن انتری را کلیک کنیم. وقتی کلیک نمودین سایت باز میشه. این سایت وقتی باز شد باز برای شما میگه تقریبا 30 دقیقه وقت میگیره که فرم خانه پوری نمایین. کمتر از 30 دقیقه وقت میگیره. یادتان باشه که فرم دقیق خانه پوری نمایین به خاطر که در آینده دچار اشتباه نشوین. این کد بالا را کسته اینجا شما تایپ کنین، برای هر کس یک کد مختلف میایه. SWXT4D شاید این را سابمیت کنین. اگر کد اشتباه زده بودین و پیش نماره دوباره کد برای شما میایه. روی سایت لاتری هنوز هم شلوغ است. این رقم که میبینین میداره و لود مونه، لودینگش زیاد است و کد اشتباه است برای من میگه. کد صحیح بزنیم. ما میزنیم XVYSR 58V از این ویکتور شاید باشه. کلیک کنیم. بله وقتی که کد شما درست انجام داده زدین اینجا میایه. اولین سوالی که شما در بخش نمبر 1 که است نام شما را میپرسه و فامیلی نامتان، تخلصتان در روی پاسپورتتان. اگر به نام ما میمانیم تخلص نفر در روی پاسپورت به نام جان است و به نام موسا میمانیم. موسا است. خب نام این نفر کس علی است. خب میدل نیم این آدم نداره، میدل نیم شما نمیمانیم. این تک منین یا علامت را که آپشن خاموش شوه. خب باز میایین روی جندر یعنی روی جنسیت. این شخص مذکر است و مؤنث است، خانم است آقا است. ما میمانیم یا آقا است، چنانچه شما خانم هستین خانم فیمیل بگیرین. خب تاریخ تولدی نفر در روی چی نوشته است؟ در روی پاسپورتش. خود شما تاریخ تولدتان از روی پاسپورتتان به حساب شما متولد ماه 5 روز 12 سال 1989 هست. شما هر قدر تاریخ تولد شما به میلادی بود در روی پاسپورت شما و ثبت است. چون بدون پاسپورت ثبت نام نمیشه، حتما باید پاسپورت داشته باشین، تاریخ سال میلادی هم در اون نوشته باشه. خب برت سیتی در کدام شهر شما متولد شدین. اگر شما در کابل متولد شدین کابل بانین. اگر در کدام ولسوالی از ولایت ها تولد شدین، مثلا شما در غزنی در ولسوالی جاغوری متولد هستین، شما بانین جاغوری که مربوط به غزنی میشن. اگر شما در یک قریه از جاغوری به حساب به نام خاکریز یا یک اون جای شما قریه را نمانین بهتر است، به خاطر که از روی ولسوالی باز بروی ولایت، باز بروی پایتخت و باز بروی افغانستان نام در فرم 260 آسان تر پر میشه. خب ما میمانیم این نفر پیدا شده متولد مزار شریف است. خب اگر شهرتان نمیفهمید اینجا انون کلیک نمایین گم میشه. اگر کلیک نمایین گم میشه. حالا ما شهر خود میفهمیم بازی میمانیم مزار. وقتی مزار ماندیم میایین روی بخش 8 country where you were born، در کشوری که شما متولد شدین. مسلما از افغانستان باشین متولد افغانستان هستین، از ایران باشین متولد ایران هستین. یادتان باشه اگر شما متولد اندیا و پاکستان باشین شما شامل قرعه کشی نمیشین. افغانستان میگیریم.
اگر همون country of eligibility کسته از همون چی است، یعنی کشوری که شما متولدی هم هستین نظام کشوری که شما پیدا داشتین افغانستان چون شاملی او است ما میمانیم. خب بخش هفتم بخش پاسپورت نمبر است. شما پاسپورت میایین، از روی پاسپورت تا نام نفر بوده، لاست نمیش موسی، فرست نمیش از علی، میدل نیم نداره و او خاطر ما میدل نیم تیک میکنیم. پاسپورت نمبر علی در سر پاسپورتش است. ما شروع میکنیم با P 023 45 67. همین پاسپورت نمبرش به طور مثال است. در کدام تاریخ پاسپورت از این آدم اکسپایر میشه. اگر پاسپورت شما به 2 روز هم حداقل 1 روز هم وقتش مانده باشد با مو ثبت نام کنین. سیس فرض مثال من پاسپورت نفر میمانم 1 روز وقتش، امروز است 7 و 8 میگم اکسپایر میشه. ما میمانم در ماه دهم در روز 8 در سال 2020 اکسپایر میشه، خلاص میشه. چنانچه پاسپورت شما وقتش زیاد باشه که واقعی نباشه، حداقل 1 روز هم اگر وقت داشته باشن شما میتونید با مو پاسپورت ثبت نام نمایید. و قانون لاتری جایی نگفته که باید پاسپورت 4 سال یا 5 سال باشه. هر کسی برای شما میگه و گپ غلط است. پاسپورت شما از کجا صادر شده؟ country of issuance. ما میمانم که پاسپورت ما از افغانستان است. ما افغانی هستیم، پاسپورت افغانستانی داریم. خب وقتی رو گرفتیم میاییم پایین. ببخشید من دستم اشتباه میکنم روی کیبورد ماوس لپتاپ ما. بعضی کسا در افغانستان بازی میته نوشته میکنه که I am not required to submit a passport information because I am. چی مشکل داری؟ برای کشورهای چی است؟ کمونیستی است. خب بر افغانستان اگر کلیک نمایین شما برنده لاتری هم شوین قبول نمیشه کیستان. یادتان باشه که چک نکنین، ایره مارک نزنین. شما باید با پاسپورت ثبت نام نمایین، سر شما بازی نته شما یک وقت. خب نمبر 8 است چی است؟ choose a photo. شما مورد عکس تان انتخاب کنین. عکس ما گفته بودم دفعه اول که 2 اینچ باشد و 600 در 600 سایزش باشد. خب برای اینکه اگر عکس شما کلان بود، یک مثال ساده برای شما بذارم چطور عکس تان ریزه نمایین. اگر شما در کدام عکاسی عکس میگیرین، یک عکس پاسپورت میگیرین با 5x5 با بک‌گراند سفید، فرض مثال این پاسپورت است، این عکس ما میخوایم، این عکس پاسپورت است و این فکر این عکس شماست، عکس پاسپورت نیست. باشه میگم مثال زنده بر شما بتم. یعنی این عکس است به حساب عکس ما. این عکس اگر اینمی رقم عکس دارم، ما اگه عکس بخوایم شامل لاتری نمایم چطور نمایم؟ اگر سایزش کلان بود روی رایت کلیک کنین در کامپیوترتان. اگر از کامپیوتر استفاده کنین، اگر موبایل دارین از طریق چی برین؟ اپ استور یک دونه چی است به نام DV Lottery 42 Tools از اپ استور و از گوگل پلی تان دانلود نمایین. اگر که پن واس کنین، وقتی که واس شد این رقم میایه در برنامه پن روی ریسایز برین. اینجا که آمدین پیکسل انتخاب نمایین. پیکسل انتخاب نمودین، این چک را انچک نمایین. این را 600 در 600 در 600 عکس شما به این شکل درست میشه. باز اوکی کنین، باز سیو نمایین، بیاین روی سیو نمایین، باز برین عکسان در اوجه بیندازین. یا به حساب یک مثال دیگر روی یک عکس کلان دیگر بتم. این عکس به حساب ما میخوایم این عکس علی است. عکس علی رو میخوایم شامل لاتری بسازم. این عکس کلان است. من روی ریسایز میایم، ایره منتین اسپکت ریشونش خلاص مونین. 600 در 600 درستش میکنین. قبول نمیکنه چون میگه تو پیکسل باید بگیریم. من میبخشین پرسن باید پیکسل بگیرین. پیکسل گرفتین 600 در 600 انتخاب نمایین. اوکی، این عکس به این شکل آماده شد. این عکس میاین ما سیو میکنم یا سیو میکنم. ما سیو میکنم به نام علی در روی دسکتاپ ما. خب میایم روی فرم لاتری خود چوز فوتو، میایم روی چی؟ روی علی. امی عکس میگیریم. درست است. باز ادرس بی، ادرس لاین وان را حتما بانین. این ادرس تانه اولش مهم نیست، بعد ادرس لاین اول را حتما بانین. شما به کجا زندگی میکنین؟ زندگی میکنین در شهر
4 9 در کابل. سیتیش کجا هستن؟ در کدام شهر؟ شهر کابل هستن. دیستریکتش کجا میشه؟ هم کابل میشه، ولایت کابل. خب چون در افغانستان ما پستال کدی نداریم مثل امریکا وری یا مثل کشورهای اروپایی وری پستال کد مشخص نداریم. داریم خب هر جای جدا جداست، ما با اون رج نمیگیریم. نو پستال کد انتخاب نمایین. وقتی روی کلیک نمودین باز بیاین از اینجا. خب در کدام کشور است؟ روی کشور کلیک منین. افغانستان. باز در کشوری که شما زندگی می نمایین. اگر شما از افغانستان هستین در پاکستان مهاجرین با پاسپورت افغانستان ثبت نام نمایین، شما باید کشورتان اینجا پاکستان بگیرین. اگر در ایران هستین ایران بگیرین. اگر در اندونزیا هستین اندونزی بگیرین. در ترکیه هستین در ترکیه بگیرین. در هر کشوری که شما هستین اگر به حساب ایران بودین اینجا میایین میذارین ایران آمد، یعنی روی ایران انتخاب میکنین. اگر در استرالیا هستین استرالیا رو میگیرین. شما از افغانستان هستین در هر کشور زندگی میکنین، اما کشوری که فعلا زندگی میکنین وجه انتخاب نمایین. من میگم علی در افغانستان است. افغانستان در اول میگیرم اسمشه. باز تلفن نمبر علی رو میندازم. اگر خواسته باشین تلفنتان ثبت شه و میمانم 0780 54 65 991. شماره 11 شماره از شماره شماست. دیگه شما میتونید انتخابی است بانن یا نبانن. ایمیل آدرس بسیار مهم است. ایمیل آدرس تانو باید دقیق اینجا بندازین. به حساب ما میمانم ali_musa@gmail.com یا میبخشین اینترنت چک کرده. خب یا میمانیم علی musa@yahoo.com. علی موسا دوباره تکرار میکنین @yahoo.com. وقتی دو گزینه را پیش رفت علی باز بخش 13مش میایه. علی در 13م. خب علی چی خوانده؟ صنف 12 را خوانده. شهادتنامه خود نگرفته 9 دیگری. شهادتنامه خود داره های اسکول خوانده. شهادتنامه خودم گرفته های اسکول دیگری 12 را خوانده. از او بالا هر قدر که خوانده باشین شما ماستر هستین و دکترا دارین و کالج خواندین اوش مشخصا مربوط شما میشه. خب علی میرید است یا ان میرید؟ اگر ان میرید یعنی علی تنهاست، این نفر تنهاست، تنها ثبت نام مینمایه. اگر زن و بچه شما همراه شما در افغانستان است، در ایران است، در هر جایی که شما ثبت نام مینمایین دوم انتخاب میکنین. اگر خانم شما در امریکا است، شما در افغانستان هستین و خانمتان گرین کارت امریکا رو داره ایره میگیرین. اگر شوهر شما به امریکا است گرین کارت امریکا رو داره ایره میگیرین. خب اگر شما کاملا در افغانستان هستین با هم میخواین ثبت نام نمایین ایره میگیرین. married option دوم married my spouse is not a US citizen or US lawful permanent resident LPR. این انتخاب منین. چند تا اشتک دارین. اگر اشتکایتان 6 تا بود 6 تا 5 تا هر قدر اشتک بود نمبرش اینجا میزنین. اگر اشتک نداشتین هیچ بدون اشتک. خب ما میمانیم که علی کس اشتک نداره. ان میرید است یعنی هنوز خانم نگرفته برای خود. خب کنتینیو منیم. آواز میشه. این صفحه که برای ما آواز شده که شما میبینین که ما ثبت نام خود تکمیل نمودیم. قبل از اینکه فرمتان سابمیت نمایین مطمئن شوین که شما امو انفورمیشن که انداختین مطابق پاسپورت شماست. اسپلینگ نام شما درست و میدل نیم ندارین و علی و موسا لاست نیم یا آقا هستین. جندرتان، بردهتان، شهرتان، پاسپورت نمبرتان، پاسپورت انفورمیشنتان، پاسپورت نمبرتان مکمل دقیق است. وقتی که را بررسی نمودین تمام کارتان را انجام دادین باز میایین رو سابمیت میکنین. یعنی سابمیت کردین دیگه شما نمیتونین فرم چنج کنین یا تغییر بدین. چنجیس و تغییر دادن در یک است اشتباه دیگه کنسل میشه. باز لاتری شما اوش نمایین که چی نکنین. دوباره خانه پوری نمایین. یک دفعه که خانه پوری نمودین که سابمیت نمودین اونمو صحیح است. اگر با یک پاسپورت دو بار خانه پوری نمودین فرم باز نمیشه دیگه از رده لاتری خارج میشید. ما روی سابمیت کلیک کنیم.
وقت سابمیت شده برای شما یه ورق میایه میگه تشکر لاتری 2022 سابمیشن کنفرمیشن انتری ریسیو سکسسفولی. نام تو علی موساس. روزی که در 6 می 5 می 6 ماه بعد از امروز اینمی کنفرمیشن نمبر شما باید پیشتان باشد. این داخل سایت میندازین و همراه نام اول و نام آخرتان، سرنیم و فرست نمیتانه، همراه تاریخ تولدتان تا ببینین که شما برنده قرعه کشی شدین یا نشدین. این رو میتونین پرینت کنین. اگر پرینت هم نمیتونین با موبایل از رویشان عکس بگیرین و اگر رو کارم نمیتونین روی پرینت کلیک کنمودین این شکل برای شما باز میشه. شما میتونین پرینت کنین پیشتان باشه. اگر پرینتر هم ندارین این اسکرین شات بگیرین از طریق کامپیوترتان، پرینت اسکرین بگیرین حاضر سیف نمایین. دوستان نازنین اینمی رقم است ثبت نام لاتری. به خاطر که بسیار دقیق باید خانه پوری نمایین فرمتان. اگر خانه پوری ننمودین بازی درست نمیشه. خب در این بخش ما فامیلی ثبت نام به شما نشان میدم. در موجه بخش اول دیدین که علی تنها ثبت نام نمود. این دفعه علی رو میخوایم با خانوادهش ثبت نام نماییم با 6 طفلش. در آخر در بخش 15 فرم میمونین علی را با 6 طفلش میمونین کنتینیو میکنین. وقتی کنتینیو نمودین شما باید در اینجا کس نامای اشتکار بندازین. خب به حساب اینجا کس شما باید علی را با چی بندازین؟ نام خانومش را بندازین. نام خانوم علی بود ما میمونم راضیه. راست نمیشه موساست خود چون خانوم علی موسا بود تخلصش. ما میمونم موسا. راضیه میدل نیم راضیه نداره. راضیه خانوم میدل نیم نداره. راضیه خانوم به تاریخ تولدش میمونیم به حساب 11 24 1987 متولد شده. فیمیل است. باز وقتی که را گرفتین فیمیل میایین در کدام شهر متولد شده ما میمونیم در مزار. این خب از بعد از کابل است. خانمش از کابل است علی. خانمش از کابل است به طور مثال. یا از افغانستان است کشورش. خانم علی در کجا متولد شده؟ افغانستان. باز اینجا عکس خانم علی را میمونین. به حسابی عکس خانم علی است. این را میگیرین در اینجا. باز نام اطفال اینجا می نویسین. خب اطفال نمبر 1 نامش ریزاست. تخلصش موساست. نامش ریزاست. میدل نیم ندارد. همین رقم پایین میایین. ریزا با کدام تاریخ تولد شده؟ تولد شده در ماه 11 در روز دهم در سال 1994. ریزا میل است. این در کجا متولد شده؟ ریزا در مزار متولد شده. در شهری که متولد شده بدم اوشتا که شما او میمانین. در کدام کشور طفل متولد شده؟ در پاکستان بود پاکستان، افغانستان بود افغانستان. خب افغانستان باید افغانستان باشه. خب اگر در افغانستان متولد نشده هندوستان شده وش مشکل نداره هندوستان بگیرین. مهمیه که خود شما باید از افغانستان باشین. نشته که شما مشکل نیست در کجا پیدا شده باشه. اندونزی، ترکیه، در ایتالیا، در کشور دیگه. ما میمونیم افغانستان. اینجا میایین عکس میگیرین. عکس به حسابی عکس ریزاست. درست است؟ اینمی رقم باقی فرم را خب شما باقی اشتکار را 5 اشتکی از اشتکی سوم را این رقم اول اشتکی چهارم را این رقم اول دختر است پسر است وش میل فیمیلش خود شما انتخاب نمایین تا تمامش با عکسایش در زمینه کیستان می شود. بعد از او کس کنتینیو میکنین. بعد از کنتینیو میبخشین اینجا رفت روی ازی کلیک شد. کنتینیو میکنین. بعد از کنتینیو سابمیت میکنین. به خاطر که روی ازو کلیک شده من دیگر اطفال نامش خانه پوری نکردم. به او خاطر من میگه تو باید دیگر طفلارم نامش خانه پوری نمایی. من دیگر طفلار نامش خانه پوری ننمودم. من این طریقه سادهش برش ما یاد دادم. این رقم است. هر کدامش که پیشتان غلط شود فرم پیش نموره برای شما علامت سرخ میته که اشتباه شده. به او خاطر شما باید کس رو بندازید. من فقط یک اشتوک به نام ریزا به نام پسر به نام ریزا ثبت نام نمودم. نار شما حق به اطفالی که دارن اما کل اطفالایتان اطفال دوم اطفال سوم 4 طفل که داشته باشین به حساب مستی که معذیر ماندم از علیره. یا شما ببینین که طفل نمبر سوم نمبر اولش خانه پوری نمون، نمبر دومش مانده، نمبر سومش طفل چهارم
باز طفل پنجم، اینمی رقم حقیقت طفل که داشته باشین اشتکایتانه با اوجا بندازین. باز وقتی که او را کنتینیو نمودین، بعد از او فرمتان ریویو نمایین، اما رقم که تازه نشانتان دادم با سبمیت. ما روی سبمیت کلیک منیم. وقت سبمیت شده برای شما یه ورق میایم میگه تشکر لاتری 2022 سبمیشن کنفرمیشن انتری ریسیو سکسسفولی. نام تو علی موساس، روزی که در 6 می 5 می 6 ماه بعد از امروز. اینمی کنفرمیشن نمبر شما باید پیشتان باشد. این داخل سایت مندازین و همراه نام اول و نام آخرتان، سرنیم و فرست نیمتان، همراه تاریخ تولدتان تا ببینید که شما برنده قرعه کشی شدین یا نشدین. این را میتونین پرینت کنین. اگر پرینت هم نمیتونین با موبایل از رویشان عکس بگیرین و اگر رو کارم نمیتونین روی پرینت کلیک کنمودین این شکل برای شما باز میشه. شما میتونین پرینت کنین پیشتان باشه. اگر پرینتر هم ندارین این اسکرین شات بگیرین از طریق کامپیوترتان، پرینت اسکرین بگیرین، حاضر سیف نمایین. امیدوارم این ویدیو خوشتان آمده باشه. کانال ما را سابسکرایب نموده، بٹن زنگ فشار بدین و ویدیو را لایک نموده با دوستانتان شریک سازین تا اونها بتونه ثبت نام نمایی. پروگرام فری است، به کسی پیسه ندهید. بدون پیسه خودتان ثبت نام نمایین. این ساده طریقش است. خدایا نگهدارتان تا ویدیوی دیگر رو. سوال، انتقاد و پیشنهادی اگر داشتین میتونین از من سوال نمایین. خداحافظ.